در شب‌های سرد و پرراز بر رمزه نیویورک اواخر قرن 19 نورهای گازی خیابان‌ها و دوده کره‌های کارخانه‌ها با غروب خورشید درآمیخته‌اند. مردی به نام تسلا در پی رویایی است که هنوز کسی آن را باور ندارد. صدایی که بدون سیر جهان را در نوردد. درونه آزمایشگاه صدای تق‌تق جرقه‌ها حاکم است. تسلا مدارات پیچیده خود را به هم وصل کرده است. اینها تلگراف عادی نیستند، اینها مدارات تنظیم شده هستند که به آن صدا اجازه می‌دهند در فرکانسی دقیق حرکت کند. او اولین پیامی رادیویی واقعی را از طریق اتر هوا منتقل می‌کند. در حالی که تسلا در خلوته آزمایشگاهش کار می‌کرد، در سالنی پرشکوه گولیلمو مارکونی بر روی صحنه ظاهر شد با لبخندی بر لب و دستگاهی مشابه به آنچه تسلا سالها پیش ساخته بود. او اولین پیام تلگراف بیسیم را به نمایش گذاشت. صدای کف زدن حضار در سالن پیچید. او خود را پدر رادیو نامید و شهرتش به سرعت در جهان گسترش یافت. زمان گذشت. در سال 1909 مارکونی جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد، در حالی که تسلا در اتاقی کوچک و تاریکش غرق در ابراقی نامنظم با فقر و تنهایی دست و پنجه نرم می‌کرد. اداره پتنته آمریکا حق اختراع رادیو را از تسلا گرفته و به نامه مارکونی ثبت کرده بود. پس از مرگ تسلا، دادگاه حق اختراع رادیو را به تسلا داد. نامش جاویدان